سلام. سه‌شنبه 24 آبان 90 15 نوامبر 2011 میلادی در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه تعداد کشتگان انفجار در مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقر سوخت موشکی سپاه به 40 نفر رسید و دست کم تا کنون 100 نفر هم گزارش شده که مفقود شده. مجله تایم در گزارشی از قول منابع اطلاعاتی نقل کرده که این انفجار کار عوامل اسرائیل بوده. جو مطبوعات اسرائیل هم به گونه‌ای است که این رو دامن میزنه. مجلس ایران هم مجازات سفر به اسرائیل رو به 2 تا 5 سال رسوند و 3 تا 5 سال محرومیت از داشتن گذرنامه. انفجاری که در مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و جایی که سوخت جامد و مایع موشکی تهیه و انبار می‌کردند از بین رفته، یک بار دیگه بی‌لیاقتی فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای و سازمان زیر نظرش سپاه رو نشون میده که توان نگهداری پادگان خودشون رو هم ندارند و در عوض خط و نشون برای همه دنیا که میکشن هیچ. تنها کاری که بلدن زورگویی به مردم خودمون و ضرب و شتم مردم در کوچه و خیابان و زندانی کردن فعالین مدنی و اجتماعی و سیاسی است. ضمن اینکه سازمان فاسدی تشکیل شده به نام سپاه که در یک بخشی از فرماندهان نالایق و فاسد فقط در اقصا نقاط کشور دست به فعالیت‌های اقتصادی و فسادهای اقتصادی میزن. نکته دوم اینکه کارکنان هتل آزادی وابسته به بنیاد مستضعفان هم که از سال 86 به دلیل تعمیرات هتل همشون رو اخراج کرده بودند و قرار بود بعد از اتمام تعمیرات اونها رو برگردونند از این کار اجتناب کردند و دیروز تجمع اعتراضی در مقابل هتل آزادی داشتند. دایره اعتراضها در مشاغل مختلف، واحدهای مختلف، واحدهای تولیدی، خدماتی، صنفی در گسترشه که به کارکنان هتل آزادی رسیده. نکته سوم اینکه صاحبان حسابی که در بانک صادرات دچار مشکل شدند و صفهای طولانی پشت شعب بانک درست شده برای اینکه دوباره ببرن کارت ملی و کپی شناسنامه‌شون رو بدن، به نوشته پاره خبرگزاری های ایران بسیار بیش از 3 میلیون نفر هستند. به احتمال زیاد یک دزدی سایبری در داخل بانک صادرات اتفاق افتاده، حسابها رو به هم ریختن دزدان و ناچار شدن مردم رو دوباره بخوان و تطابق بدن اسم و مشخصات رو با حسابها و در واقع حسابها رو دوباره به روز بکنن که به احتمال زیاد اگر این درست باشه یک دزدی بزرگ دیگه هم در بانک صادرات عنقریب مطرح خواهد شد. همینطور سیستم یکپارچه بانک ملی سیبا هم مدتی است مشکل پیدا کرده و علیرغم وعده هایی که بانک به صاحبان حساب داده هنوز مشکل رفع نشد. مسئله فساد در سیستم بانکی کشور و آشفتگی اون جایی که امین پول مردم هست به انواع مختلف داره خودش رو نشون میده. نکته چهارم اینکه 3 نفر از زندانیان سیاسی ما ابوالفضل قدیانی، حسین رونقی و معصوم فردیس هر سه احتیاج به معالجه به بیرون از زندان دارند، اما در بند 350 به اونها مجوز درمان نمیدن. 2 هفته هم از بازداشت های مهندس محمد توسلی عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران گذشته، ولی بنا به اظهار خانواده مهندس توسلی هنوز هیچ خبری از او در دست نیست. نکته پنجم کار بسیار زیبای زندانیان سیاسی بند 350 اوینه که همه زندانیان سیاسی از
همه طیف‌ها روز گذشته مراسم جشن تولدی برای محمد رضا رجبی زندانی سیاسی برگزار کردند. این زندانی که از رزمندگان 8 سال جنگ با عراق و مجروح جنگی محسوب میشه به 6 سال زندان محکوم شده. نکته ششم اینکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جلسه‌ای که داشتن تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کردند و قرار است در جلسه 2 هفته بعد که تشکیل میدن وزرای خارجه در این خصوص تصمیم گیری کنند. آقای اوباما هم در نطقی که روز گذشته داشت ضمن انتقاد شدید از چین در مورد تجارت و مسائل فیمابین چین و امریکا در مورد ایران هم دوباره تاکید کرد که تمام گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز. آقای اوباما زیر فشار رقبای انتخاباتی خودش از حزب جمهوری خواه هم قرار داره که این روزها در تبلیغات خودشون در خصوص شدت عمل نسبت به ایران حرف میزنن. نکته هفتم این که روزنامه از سیاسی کویت نوشت که عادل الیحیی وکیل دعاوی و گوینده تلویزیون خصوصی العداله کویت و رائد الولید تصویربردار همین شبکه تلویزیونی 2 نفری هستند که توسط مقامات ایران در آبادان به جرم جاسوسی دستگیر شدند. به نوشته از سیاسی این 2 نفر قرار بوده فیلمی بسازند، برنامه‌ای بسازند در خصوص اتباع کویتی که ازدواج با اتباع ایرانی کردند و هیچ وابستگی یا فعالیت سیاسی در واقع نداشتند. گزارششون هم گزارش اجتماعی بوده. مقامات جمهوری اسلامی اونها رو به جاسوسی متهم کردن. دولت کویت هم اعلام کرده که بلافاصله اونها اعتراض کرده و خواسته که اونها بلافاصله آزاد بشن. همزمان در بحرین هم دولت بحرین کسانی رو از اتباع خودش دستگیر کرده و اونها رو به جاسوسی متهم کرده و همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تنش در روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در انواع مختلف و ابعاد مختلف دائما افزوده میشه و از نوعی به نوع دیگه در میاد. نکته هشتم و نکته آخر بحث ما در خصوص اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا است که در مورد سوریه تصمیم گرفتن که 18 نفر دیگر رو به لیست تحریم های سوریه اضافه بکنن. اسامی اونها قراره ظرف 2 روز آینده اعلام بشه. پادشاه اردن در خصوص سوریه گفت که من اگر جای بشار اسد بودم استعفا میدادم و کنار میرفتم. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز انتقاد کرده از اتحادیه عرب به دلیل به تعلیق در آوردن عضویت سوریه در این اتحادیه. ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه هم این اقدام رو غیرقانونی و مخالف میثاق اتحادیه عرب دونسته و اون رو خبیث و زشت توصیف کرده. آقای ولیدالمعلم گفته که دمشق در شورای امنیت سازمان ملل روی روسیه و چین حساب میکنه و لذا از تحریم های بین المللی از طریق سازمان ملل نگرانی نداره. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه که از اجلاس هاوایی به کشور خودش برمیگشت هم از اقدام اتحادیه عرب در خصوص به تعلیق در آوردن عضویت سوریه انتقاد کرده. آقای لاوروف در خصوص گزارش تازه آژانس در مورد ایران هم گفته که این گزارش چیز جدیدی نداره. به نظر میرسه که روسیه در قمار سیاست در خاورمیانه رولت روسی داره بازی میکنه و گلوله مرگباری رو داخل اسلحه قرار داده و اون هم دفاع از دیکتاتورها در منطقه است. هم روسیه و هم چین با گزیدن پشتیبانی از دیکتاتورهایی مثل بشار اسد یا آقای خامنه‌ای یا سایر دیکتاتورها در منطقه دشمنی دراز مدت ملت‌های خاورمیانه رو برای خودشون دارن میخرند و دیر یا زود این دیکتاتورها سقوط میکنند. اما مردم این مناطق این حرکت روسیه و چین رو مطمئناً از یاد نخواهند برد. اندکی صبح سحر
نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.